بعد این قبلا یک چیزی بود، این متدی بود که خانوما موقعی که ارج اینکانتیننس میگرفتن، موقع سرفه یک بندی بود که میگرفتن خودشون میکشیدن. آیا اونو هنوز استفاده میشه از اون متد یا نه؟ نه که موقع سرفه که از دست میدادن که خودشون میکشن اون استفاده نمیشه، چون دلیلش اینه که خیلی عفونت میکردش اون بند. حالا چون اون بند نصفش توی بدنشون بود نصفش بیرون بود. کاملا درسته و از این لحاظ مجرا میتونستن باکتریا وارد بدن بشن، عفونت زیاد میداد، دیگه اون بند رو استفاده نمی‌کنیم، فقط باندای استفاده می‌کنیم که کاملا در بدن ایمپلنت بشه. عالی. خب آقای دکتر، صحبت پایانی راجع به این موضوع دارید که به ما بگین یا مطلبی هست که به نظر شما برای بینندگان عزیزمون جالب باشه؟ بله، یک چیزی که خیلی مهمه میخوام دوباره تکرار بکنم که خانوما دربارش صحبت بکنن، خجالت نکشن، پیش پزشک خانوادگیشون، پیش پزشک زنانشون صحبت بکنن و این ناراحتیشون رو مطرح بکنن و خیالشون راحت باشه که تنها نیستن. همونجوری که گفتم 80% خانوما در حین عمرشون با این مسئله کار دارن و بهشون میشه کمک کرد. پس مریضا باید خودشون دنبال کمک حرفه‌ای برن و باکی نداشته باشن که کسی یه موقع خدای نکرده به چشم دیگه نگاه بکنه یا مسخرهشون بکنه و اگر هم اینطوره آدم همیشه خودش باید به سلامتی خودش فکر بکنه. کاملا درست. عالی. آقای دکتر، ما راجع به از دست دادن ادرار و افتادگی مثانه و رحم و مقعد صحبت کردیم. خیلی موضوع بزرگی بود. خیلی ممنون که اینقدر حوصله کردیم با ما. یه موضوع خیلی کوچیک رو می‌خواستم راجعش با صحبت بکنم که قول داده بودم من به بینندگان که این دفعه یعنی امروز تو این جلسه 2 تا بحث رو بهش میپردازیم. اونم سزارین هستش. چون من میدونم توی ایران خیلی سزارین میشه. یعنی خیلی از مریضا میتونن به جای اینکه خیلی از مریض‌ها نمیشه گفت، خیلی از خانم‌های باردار میتونن انتخاب بکنن که آیا سزارین بشن یا اینکه از طریق طبیعی زایمان داشته باشن. شما میشه لطفاً راجع بهش صحبتی بکنید که کدوم بهتره؟ آیا به نظر شما درسته که آدم خودش تصمیم بگیره که من دلم میخواد سزارین داشته باشم یا نه؟ بله، از دو لحاظش میخوام براتون بگم. از یه لحاظ اینه که اگر پزشکای همکار در ایران توصیه میکنن به یک سزارین، حتما دلیلی داره که این توصیه رو میکنن. بی دلیل هیچ همکاری، هیچ پزشکی توصیه به یک عمل جراحی نمیکنه. سزارین یک عمل جراحیه. بله. زایمان طبیعی همونجوری که تو خود اسمش هستش یک مرحله طبیعیه و هرچی که طبیعی باشه ما بیشتر ازش سود میبریم. و مورد دیگهش اینه که خانم‌ها خب درسته خودشون میتونن تصمیم بگیرن که چجوری میخوان زایمانشون باشه، به خودشون خود مختارن، میتونن بگن که من میخوام اینجوری باشه اینجوری باشه. ما پزشکا بهشون توصیه میکنیم، اطلاعاتی بهشون میدیم، اما تصمیم آخر دست خود مریضاست و خانم‌هاست و که چجوری میخوان زایمانشون باشه. بله. مهم اینه که باید همه بدونن که که سزارین یک عمل جراحیه. بعد از سزارین بدن هیچ وقت اونجوری که قبلش بوده دیگه نیست. بخیه میخوره، درون انسان بخیه میخوره، رحم بخیه میخوره، خیلی مشکلات جدید با خودش میتونه بیاره بعد از سزارین که بعد از زایمان طبیعی نیست. و موضوع دیگه هم هستش اینه که یک زایمان طبیعی یک مرحله خیلی با ارزشیه، هم برای مادر هم برای بچه. در این مرحله زایمان اتفاقاتی میفته در درون انسان، چه مادر چه بچه، که از لحاظ اسپریتوئل، از لحاظ عرفانی خیلی براشون مهم خواهد بود در حین زندگی مادر و در حین زندگی آینده بچه. برای همین تا اونجایی که امکان داره عقیده من اینه که بهتره زایمان طبیعی انجام بشه. دقیقاً. آقای دکتر تقوی، ولی این چیزی که شما گفتین که همکارا مطمئناً نمیان به مریض بدون دلیل بگن که باید از طریق سزارین فرزند خودشونو به دنیا بیارن، این کاملا درسته، ولی در پیرو صحبتتونم باز گفتین که مریض در نهایت خودمختاره و خودش راجع به بدن خودش تصمیم میگیره.
خب ما هدفمون همینه، میخوایم به بینندگانمون بگیم که آیا این درسته که وقتی که هیچ مشکل پزشکی وجود نداره آدم پافشاری بکنه که نه من حتما بچه‌مو میخوام از طریق سزارین به دنیا بیارم یا نه. خب مطمئنا همونجوری که روی بدن جای بخیه میمونه، جای زخم میمونه، توی بدن هم جای زخم میمونه. رحم بافت ماهیچه‌ای زیاد داره، وقتی که برش میخوره اون بافت ماهیچه‌ای به استحکام قبلی خودش بر نمیگرده. این چیزایی که عموم متاسفانه نمیدونه و شاید به خاطر ترس از درد زایمانه، شاید به خاطر اینه که بعضی موقع مادر پدرها بی‌صبرن، دوست دارن بچه‌شون رو زودتر ببینن، این تصمیم رو میگیرن. ولی شما اگه میشه بگین که چه خطراتی ممکنه به وجود بیاد، چه خطراتی وجود داره از وقتی که آدم از طریق سزارین بچه‌شو به دنیا بیاره؟ بله اصولا گفتم خانم‌ها خود مختار هستن، اما مهم اینه که ما به عنوان پزشک توصیه‌مون رو بکنیم و اطلاعاتی که احتیاج دارن مریضا تا اینکه بتونن خودشون تصمیم بگیرن بهشون بدیم. باید اطلاعات بدیم که زایمان معمولی چه سودی داره، چه ریسکی داره و زایمان به طریق سزارین چه ریسکی خواهد داشت و چه سودی امکان داره داشته باشه. ریسکی که یک سزارین داره اینه که مثلا باید بدونین که خودش یک عمل جراحیه و هر عمل جراحی در حین عمل جراحی مشکلاتی میتونه ایجاد بشه. صدمه دیدن ارگانایی که اونجا هستش، صدمه دیدن بچه و در بعد از عملم میتونه عفونت بده، میتونه بد جوش بخوره و این کامپلیکیشن هایی که در حین عمل. و اینو که باید بدونین که برای بچه دوم، برای بچه بعدی 50% بیشتر ریسک هستش که در حین حاملگی بچه دوم یا بچه بعدی که بعد از سزارین میاد مشکلات داشته باشه، چون رحم صدمه دیده، رحم جوش خورده و رحم بخیه خورده و در اون قسمت رحم بافت درست کار نمیکنه. این خیلی مهمه چون در نهایت آدم سلامت بچه‌ش هم داره به خطر میندازه. کاملا درسته. و بچه‌های آیندگی هم، بچه‌های بعدی هم، همون بچه‌های بعدی منظورم بود، یعنی حاملگی‌های بعدی ممکن دچار مشکل بشن. کاملا درست. و یکی از ناراحتی‌های دیگه هم که امکان داره پیش بیاد انسداد روده به خاطر عدم تحرک روده هستش، چون بعد از یک همچین عمل جراحی چسبندگی ایجاد میشه بین روده و دیواره شکم، بین روده و دیواره رحم که جلوگیری هم نمیشه ازش کرده. بله. برای خیلی خانم‌ها اینجوری است که بعد از همچین عملی بعدش باید چندین بار عمل بشن که این چسبندگی‌ها دوباره از بین بره، که هر عمل جدیدی دوباره خودش باعث چسبندگی میشه. این یک پروسه طبیعی بدن هستش که بعد از برش سعی میکنه اونجا رو ترمیم بکنه و اون باعث چسبندگی میشه. هر چسبندگی باعث کشش میشه که میتونه فشار بیاره به ارگان‌های داخلی بدن و باعث مشکل بشه. در این حال که سزارین یک عمل میتونه کامپلیکیشن داشته باشه، میتونه دچار مشکل بشه، دلایلی هم هست که ما اون موقع تصمیم میگیریم که مریض سزارین بشه. درست. فرضاً وقتی که مریض وقتی جنین در یک حالتی قرار گرفته که نمیشه زایمان طبیعی کرد، درسته. یا اینکه وقتی که یک بار تا دو بار مریض از طریق سزارین بچه‌شو به دنیا اومده به خاطر احتمال پارگی رحم. اگه میشه راجع به این ایندیکیشن رو صحبت بکنین که در چه حالتایی شما حتما میگین که باید مریض از طریق سزارین بچه‌شو به دنیا بیاره؟ همونجور که خودتون گفتین، مثلا اگر بچه جور دیگه توی رحم جا گرفته باشه که خطر داشته باشه، تو بچه اول مثلا بچه با لگنش به طرف پایین باشه، به طرف مجرای زایمانی باشه و برای بچه اول خطر داره، یا اینکه بچه کج باشه توی رحم که خب کج بچه نمیتونه تو افقی یعنی قرار گرفته باشه، کج یا افقی بله. قرار گرفته باشه. و اصولا دو جور مورد داره، موارد بستگی به مادر داره و موارد بستگی به بچه داره. خیلی وقتا هستش که مادر حالش خوب نیست، در طرف آخر زایمان حالش خوب نیست، ناراحتی‌های بستگی به زایمانش داره که بهش میگن مسمومیت زایمانی داره که دیگه نمیشه منتظر شد تا بچه خودش به نحو طبیعی بیاد، مجبوریم سزارین بکنیم.
یا اینکه بچه ناراحتیایی داره که جفت به اندازه کافی بهش خون نمیرسونه به بچه رشد نمیکنه و تا یه لحظه‌ای نگاهش میکنیم، معاینش میکنیم و وقتی میبینیم نه بیشتر رشد نمیکنه و امکان کمبود داره توی رحم مادر، اون موقع باید به وسیله سزارین به دنیا بیاد.